سلام خدمت همه دوستان و دانشجویان عزیزی که در کانال خانم دکتر جهانشاهی همراهمونین. مرسی که همراهمون هستین. با یک ویدیو جدید دیگه همراهتونیم. تا آخر ویدیو همراه ما باشین که از این آموزش مفید استفاده بکنیم. سابسکرایب یادتون نره. اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنین و سوالی داشتین کامنت بذارین و زنگوله اون بالا هم بزنین که از ویدیوهای دیگه مطلع باشین. بریم برای شروع آموزش. بسم الله الرحمن الرحیم. با ویدیو شماره 3 در زمینه مبحث مشتق در خدمت شما هستیم. توی این ویدیو بچه‌ها میخوایم در مورد ارتباط عملیات‌های جبری و توابع ترکیبی با مشتق صحبت کنیم و مورد بررسی و تحلیل قرار بدیم نحوه محاسبه مشتق در این جور موارد رو. مبنا بر این هستش که یک، شما ویدیوهای 1 و 2 رو دیدید، 2 اینکه شما با مبحث مشتق آشنا هستین و این ویدیوها فقط جنبه یادآوری و مرور مطالب رو داره. خب بریم سراغ مطلب. با نام یاد خدا کارمون رو شروع میکنیم که انشاءالله نتایج خوبی برای شما رقم بخوره بعد از دیدن این ویدیو. خب یک نگاه کلی به آنچه که مفهوم مشتق داره، آهنگ تغییرات Y و آهنگ تغییرات X رو ما بهش مشتق میگیم در حالت کلی. و قانون کلی مشتق‌گیری که اصل و قانون اصلی این هستش که در قانون و قاعده مشتق‌گیری یک واحد از توان همیشه کم میشه و ما کاهش درجه داریم در مشتق. خب بریم یه نگاه کلی بندازیم به جدول مشتق توابع در حالتهای مختلف. مشتق تواندار که یک واحد کم میشه، ضریب میشه و نوشته میشه. جمع مشتق‌ها، تفریق مشتق‌ها، توابع در مشتق‌گیری ضرب، تقسیم، معکوس و قانون مشتق‌گیری زنجیره‌ای. خب دونه دونه اینها رو بچه‌ها میریم با هم دیگه بررسی کنیم و نمونه مثال حل کنیم. ببینیم مشتق تابع و قانون‌هایی که داره. تا دو تابع وقتی داریم، تابع F و G، هر دو تابع مشتق پذیر هستن، چه در حالت جمع و چه در حالت تفریق. وقتی که اونها رو میخوایم ازشون مشتق بگیریم، از دونه دونه اون توابع رو مشتق میگیریم. فرض کنیم تابع Fx من مساوی باشه با بچه سینوس X و تابع Gx من مساوی باشه با کوسینوس X. خب حالا تابع Fx به علاوه Gx مساوی میشه با سینوس X به علاوه کوسینوس X. مشتقش رو میخوایم بگیریم چی میشه؟ میشه F پرایم X به علاوه G پرایم X. خب مشتق سینوس چیه؟ کوسینوس X به علاوه مشتق کوسینوس چیه؟ منفی سینوس X. خب حالا اینجا برای مشتق توابع تفریقی هم همینه. فرض کنیم Fx من برابر ای به توان X و Gx من برابر باشه با ln X. F منهای Gx من مشتقش رو وقتی میخوام بگیرم چی میشه؟ مشتق Fx منهای مشتق Gx. خب مشتق ای به توان x چی میشه؟ ای به توان x مشتق ln x چی میشه؟ 1x. و من این رو یادداشت میکنم. پس از دونه دونه به ترتیب ما مشتق میگیریم. در حالت کلی اینطوری میگیم بچه ها، میگیم که اگر من تابع fx داشته باشم به این حالت که f1x به علاوه منهای f2x به علاوه منهای الا تا fnx و زمانی که از fx میخوام مشتق بگیرم میشه مشتق تک تک این توابع جمع یا تفریقشون.
این در مورد قانون جمع و تفریق. خب بریم در مورد قانون ضرب بچه‌ها. قانون ضرب ببینیم در تابع اول رو مشتقش رو میگیریم. ببینیم بچه من میخوام به صورت چی بنویسم؟ ضرب. خب میگم y مساویه با f در g. y پرایم چی میشه؟ میشه f پرایم در g به علاوه g پرایم در f. بچه نگاه کنیم، من اینجا مینویسم y پرایم مساویه با مشتق تابع اول ضرب در تابع دوم به اضافه تابع اول ضرب در مشتق تابع دوم. میریم یه مثال حل کنیم بچه‌ها. y من برابر هست با ای به توان x در سینوس x. y پرایم من چی میشه؟ میشه مشتق تابع اول. بچه تابعی که دارم مشتقش رو میگیرم با قرمز می‌نویسم. مشتقش میشه ای x در سینوس x به علاوه تابع اول ای x در مشتق تابع دوم کوسینوس x. درست شد؟ این میشه در مورد مشتق توابع ضربی. حالا در مورد توابع تقسیم چی میگه؟ میگیم اگر y مساوی باشد با f تقسیم بر g، y پرایم من مساوی میشه مشتق تابع اول در تابع دوم منهای تابع اول بچه‌ها در مشتق تابع دوم کل عبارت تقسیم بر مخرج هر آنچه هست به توان دو. بریم یه مثال حل کنیم. y مساوی با x به توان 3 به علاوه 5x به توان 2 تقسیم بر کوسینوس x. بچه من از مثلثاتی استفاده میکنم برای اینکه شما قشنگ تغییرات رو ببینید. y پرایم مساوی میشه مشتق تابع اول با قرمز می‌نویسم. مشتق تابع اول چی میشه؟ 3x به توان 2 به علاوه 10x. خب در خود تابع دوم چیه؟ کوسینوس x منهای تابع اول x به توان 3 به علاوه 5x به توان 2 مشتق تابع دوم کوسینوس x سینوس x یه منفی داره که میاد روی این و اینو مثبت میکنه. هر آنچه در مخرجه کوسینوس x در مخرجه به توان چند؟ به توان 2. این میشه قانون مشتق گیری در تقسیم. خب پس حالا بچه این که این کسر رو ساده میکنیم ما و مینویسیمش دیگه اونها رو هم خودتون دیگه بلد هستیم و گفتیم که هدف بیشتر یادآوری و مروره. خب بریم سراغ حالتهای بعدی. میگه مشتق تابع معکوس. من تابع y دارم برابر با f(x). مشتق تابع y هم میشه y پرایم برابر با f پرایم x. خب حالا تابع معکوس این y منهای 1 برابر با f منهای 1 x میشه. در نتیجه y به توان منفی 1 پرایم اون چی میشه؟ میشه f پرایم x تقسیم بر f x به توان 2. خب اینم مشتق توابع معکوس. اینجا تابع قانون قاعده تابع زنجیره‌ای قانون مشتقگیری زنجیره‌ای رو داریم بچه‌ها که وقتی که تابع من بر اساس دو تا تابع متفاوت تغییر میشه به چه صورت اون رو یادداشت میکنیم که من این قسمت رو در ویدیو بعدی به طور کامل این رو توضیح میدم.
ولی اینجا یادداشتش کردم که وقتی ایگرگ من برابر هستش مثلا با سینوس یه عبارتی مثل x به توان 5 به علاوه 4x، وقتی که از y نسبت به x مشتق میگیرم که میشه y پرایم مساوی میشه با مشتق y نسبت به دی y به دی u در دی u به دی x. اینجا u برای من سینوس x هستش. خب ببینید بچه ها، پس y پرایم من برابر میشه مشتق y نسبت به u میشه چی؟ کوسینوس x به توان 5 به علاوه 4x در مشتق دی u نسبت به x. u من چیه؟ این هستش، میشه 5x به توان 4 به علاوه 4. خب که من این بخش رو در ویدیو بعدی به طور کامل و مفصل توضیح میدم. بریم سراغ قاعده بعدی. قاعده بعدی مشتق توابع کسری هستش که ما یه مقدار میخوایم مثال از روش حل کنیم. y مساویه با f تقسیم بر g. من میام میگم که بچه ها y من برابره با سینوس x تقسیم بر x. خب از اینجا این ارورایی هستش که میده لپتاپ. y پرایم هم میشه چی؟ سینوس x هم بچه ها. خب اگه نگاه کنین، من همیشه میگم یه خط بزرگ بکش، هر چی تو مخرج هست رو اول بنویس، به توان 2 برسون. صورت چیه؟ سینوس x. اینجا میشه کوسینوس x، منها رو بذار اینجا خودشو بنویس. خب حالا میریم سراغ دومی. دومی چیه؟ x. اینجا خود x، اینجا مشتق x. و به این صورت مشتق تابع رو در اینجا حساب میکنم. y مساوی هستش با ln x تقسیم بر x به توان 4 به علاوه 5x بچه ها. y پرایمش رو میخوام حساب کنم. ببینید یه خط کسری بزرگ x به توان 4 به علاوه 5x سریع به توان 2. خب کاری که میکنم ln x مشتقش 1x منها درست سریع خود ln x می نویسم. خب حالا x به توان 4 به علاوه 5x میاد اینجا خودش نوشته میشه x به توان 4 به علاوه 5x. خب اینجا مشتقش 4x به توان 3 به علاوه 5. حالا دیگه ساده سازی رو هم خودتون انجام میدین و عبارت رو ساده میکنین و نتیجه نهایی رو مینویسین. خب این هم از مشتق توابع کسری که خیلی بچه‌ها بعضی وقتا روش اشکال دارن و ما دوباره بیان کردیم. خب نکته مهمتر در مورد توابع ترکیبی هستش که ما باید ببینیم. ببینید بچه‌ها توابع ترکیبی همونطوری که ما میدونیم FOG x یعنی FGX و GOF x یعنی GFX. و همونطوری که مشاهده میکنین وقتی داریم FOG یعنی چی؟ FGX اولین کاری که ما میکنیم ببینید بچه ها مشتق GX رو مینویسیم اولین کار. دومین کاری که میکنیم مشتق F رو میگیریم و مینویسیم. پس در اینجا همین اتفاق میفته. وقتی دارم GOF X من اول مشتق FX رو مینویسم، از داخل شروع میکنم بچه ها میان به سمت بیرون.
یه مثال حل کنیم که بیشتر مطلب جا بیفته. فرض کنیم داریم y مساوی با سینوس رادیکال x به علاوه 5x. خب این در حقیقت تابع من f(x) من هست سینوس x، g(x) من هست چی بچه ها؟ رادیکال x به علاوه 5x که f و g x من شده چی؟ سینوس رادیکال x به علاوه 5x. خب حالا میخوام ازش مشتق بگیرم. f و g پرایم x هم میخوام مشتق بگیرم. از درونی ترین لایه شروع میکنم. اینجا عبارت جبریه از دونه دونه رو مشتق میگیرم. میشه 1 بر روی 2 رادیکال x به علاوه 5. اینو یادداشت میکنم. بعد میام سراغ مرحله دوم سینوس x. سینوس x میشه چی؟ کوسینوس رادیکال x به علاوه 5x رو هم سر جای خودش می نویسم. به این حالت هستش که حالا توی ویدیو بعدی ببینیم بچه ما از روش تغییر متغیر u استفاده کردیم و شما در ویدیو بعدی کاملا این روش تغییر متغیر u رو من روی تمام توابع یک رو به طور کامل توضیح میدم. امیدوارم که این ویدیو هم براتون مفید واقع شده باشه و مطالب ضروری و کلیدی رو براتون یادآوری کرده باشه.